به نام خدا. تمرین های هدیه های آسمان پنجم ابتدایی درس هفتم. کامل کنید. با کمک معلم خود شکل خواندن نماز جمعه را کامل کنید. نماز جمعه 2 رکعت است. به کسی که نماز جمعه را برای مردم می‌خواند امام جمعه میگویند. امام جمعه ابتدا 2 خطبه میخواند و سپس همه برای خواندن نماز آماده میشویم. در رکعت اول نیت میکنیم و بعد از امام جمعه تکبیرت الاحرام میگوییم. یعنی میگوییم الله اکبر. سپس امام جمعه حمد و توحید را میخواند و ما ساکت هستیم و به آن گوش میدهیم. آنگاه امام دستها را برای قنوت به آسمان بلند می کند و دعا می کند. ما نیز قنوت می گیریم. سپس رکوع و 2 سجده را انجام می دهیم. در رکعت دوم نیز امام جمعه حمد و سوره را می خواند و ما ساکت هستیم. بعد امام جمعه به رکوع می رود و ما نیز به رکوع می رویم. امام جمعه بعد از رکوع می ایستد. دستها را برای قنوت بالا می آورد و دعا می کند. ما نیز قنوت می گیریم و دعا می کنیم. امام جمعه بعد از قنوت بلافاصله به سجده می رود و ما نیز سجده می کنیم. بعد از 2 سجده می نشینیم و ذکر تشهد و سلام را همراه با امام جمعه می خوانیم. بررسی کنید. با توجه به آنچه خواندید چه تفاوتی میان نماز جمعه و یک نماز 2 رکعتی است؟ در نماز جمعه 2 خطبه و سخنرانی دارد. در یک نماز 2 رکعتی خطبه و سخنرانی ندارد. نماز جمعه 2 قنوت می‌خوانیم. در نماز 2 رکعتی 1 قنوت می‌خوانیم. در نماز جمعه در رکعت اول پس از حمد و سوره قنوت می‌خوانیم. در نماز 2 رکعتی در پایان رکعت اول به رکوع می‌رویم. در نماز جمعه در رکعت دوم ابتدا به رکوع می‌رویم و سپس قنوت می‌خوانیم. در یک نماز 2 رکعتی در رکعت دوم پس از حمد و سوره ابتدا قنوت می‌خوانیم و سپس به رکوع می‌رویم. تدبر کنیم. این آیه را بخوانید. یا ایها الذین آمنو اذا نودی للصلاة من یوم جمعة فاسعوا الی ذکر الله. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که نماز جمعه برگزار می شود به سوی آن بشتابید. سوره جمعه آیه 9. به نظر شما چرا خواندن نماز جمعه اینقدر سفارش شده است؟ درباره دین و اخلاق در خطبه‌های نماز جمعه صحبت می شود. نمازگزاران از اوضاع کشور و جهان اسلام باخبر می شوند. نماز جمعه باعث وحدت و همدلی بیشتر مسلمانان می شود. بگرد و پیدا کن. مراحل غسل را به ترتیب شماره گذاری کنید. تصویر اول 1، دومی اینجا و سومی. به کار ببندیم. با توجه به کارهای خوبی که باید روز جمعه انجام دهید، یک برنامه مناسب برای خودتان بنویسید. 1. 9 صبح. نظافت و پاکیزگی.
2 11 صبح. رفتن به نماز جمعه با خانواده. 3 بعد از ظهر. تماشای تلویزیون. 5 بعد از ظهر. رفتن به مهمانی. 7 بعد از ظهر. مطالعه و درس خواندن. دعا کنیم. روز جمعه دعا می کنم که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف زودتر ظهور کند و دنیا را جای بهتری برای زندگی کند. دعا می کنم که من هم انسان خوبی باشم و بتوانم در کنار امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ایشان را یاری کنم. خاطره‌گویی. خاطرات خود از شرکت در نماز جمعه را برای دوستانتان در کلاس تعریف کنید. اینجا خاطره یکی از بچه‌ها رو با هم میخونیم. من هر هفته همراه پدرم به نماز جمعه میروم. دیدن مردم که با شور و اشتیاق در صف‌های عظیم نماز جمعه شرکت کرده اند مرا خوشحال می کند. بوی عطر فضا را پر می کند و مردم با مهربانی و روی خوش با همدیگر صحبت می کنند. من با شنیدن صحبت‌های امام جمعه چیزهای زیادی یاد می گیرم و در مورد مسائلی که متوجه نمی شوم از پدرم کمک می گیرم. همخوانی کنیم. عطر اذان. دوباره عطر اذان پیچید. دوباره وقت نماز آمد. دوباره از لب گنجشکان صدای راز و نیاز آمد. ببین که مسجد دلهامان صفای نور و سحر دارد. خطیب آینه ها برخیز، سخن بگو که اثر دارد. دوباره خطبه بخوان آقا که میهمان خدا باشیم. دوباره لب به سخن وا کن که چون پرنده رها باشیم. نسیم و غنچه سراپا گوش، دوباره وقت سخنرانی. دوباره دشمن دین ترسید از این جماعت روحانی. هادی فردوسی. با خانواده. نماز جمعه در شهر شما در چه مکانی برگزار می شود؟ نام امام جمعه شهر شما چیست؟ از بزرگترها پرسش کنید و جاهای خالی رو کامل کنید.